message from Anonymous to the dictator Ibrahim Raisi Ali Khamenei and the Iranian government. We said if Iran government blocks the people from accessing the internet, Anonymous will block the government from accessing the internet. Your central bank has been taken down and you no longer can use your bloody money. Anonymous have shut down Iranian websites and have taken over 300 CCTV cameras. The Iranian people are not alone. Anonymous will not keep the Iranian government alive on the internet. Now Anonymous shot you down, and your people remove you from your power soon. You have made hijab, choice of religion and other personal life rights mandatory, and you have blocked the internet for Iranian people who protest against you. Now we are blocking the access of you dictators to the internet. www.namazhome.e and other sites related to your obligatory religion have been listed. More targets have been listed. It's too late to expect us. Anonymous brings his best wishes to Iranian people and hope you achieve your freedom soon. God save your king. ما یک لژیون هستیم. ما نمیبخشیم، ما فراموش نمی‌کنیم، منتظر ما باشید. این کلمات امضای یکی از مرموزترین، قدرتمندترین و در عین حال ناشناخته‌ترین ارتش‌های دنیا. ارتشی که رهبر نداره، پایگاه نداره و هر کسی میتونه عضوی از اون باشه. اونا پشت ماسک پنهان شد. ماسکی که به نماد جهانی اعتراض تبدیل شد. اونا میتونن وبسایت‌های دولتی رو از کار بندازن، اطلاعات محرمانه شرکت‌های بزرگ رو فاش کنن و وسط انقلاب سیاسی به کمک مردم بیان. اونا خودشون رو انانیمس یا ناشناخته‌ها مینامند. این گروه داستان‌های زیادی هم با جمهوری اسلامی و ایران داشته که حالا جلوتر توی ویدیو بهش میپردازیم. ولی حالا سوال اصلی که بهش میاد اینه که این گروه واقعا کیه؟ اینا مش هرج و مرج طلب و آنارشیست اینترنتی ان یا نه قهرمانای دیجیتال عصر جدیدن؟ امروز می‌خوایم بریم به دل این سوال بزرگ و بهتون نشون بدیم که چطوری یه شوخی اینترنتی تبدیل به یک نیروی سیاسی جهانی شد که حتی دولت‌ها هم ازش میترسن. بسیار خوش اومد. برای فهمیدن داستان انانیموس باید به تاریک ترین و بیقانون ترین گوشه اینترنت تو اوایل سال 2000 برگردیم. آره دارم راجع به سایت 4chan صحبت میکنم. سایتی که حالا به زودی قراره ویدیو هم راجعش بسازیم که مفصل بهش بپردازیم. ولی به طور خلاصه بخوام بگم 4chan یه انجمن اینترنتی بود که توش هر کسی میتونست هر عکس یا متنی رو کاملا ناشناس به اشتراک بذاری. اگه اسمی برای خودت انتخاب نمی‌کردی، به طور پیش‌فرض 4chan بهت اسم انانیمس یا ناشناخته رو میده. این انجمن به خصوص انجمن بخش بی اون رسما مثل غرب وحشی اینترنت پر از شوخی بی‌رحمانه، عکسای جنایی، میم‌های عجیب و غریب و یه هرج و مرج کامل واقعا. در ابتدای داستان انانیمس یک گروه نبود، بلکه ایده بود. یه فرهنگی که میگفت ما دست جمعی و ناشناس برای سرگرمی و به قول خودشون خندیدن کارهای دیوونه‌وار انجام بدیم. این کارها شامل مزاحمت‌های تلفنی، سفارش دادن تلفنی صدها پیتزا برای دشمنانشون یا حمله به وبسایت‌های کوچیک بود. اون موقع هیچکی فکرش نمی‌کرد که این بچه‌های خرابکار و هرج و مرجکار یه روزی قرار دنیا رو تکون بدن. نقطه عطف داستان تو سال 2008 رخ داد. کلیسای ساینتولوژی که فرقه مذهبی به شدت ثروتمند و البته به شدت داستان داره، سعی کرد تو اون زمان یه ویدیو مصاحبه با تام کروز، بازیگر معروف و یکی از اعضای این کلیسا رو بیاد از اینترنت پاک کنه و سانسور کنه. این کار از نظر انانیمس یه گناه نابخشودنی بود. اینجا بود که اون هرج و مرج اینترنتی برای اولین بار یه هدف مشخص پیدا کرد. انانیمس علیه کلیسای ساینتولوژی اعلام جنگ کرد، کاری که خیلی اون موقع جرأتش هم نداشتن. عملیاتی به اسم پروژه چنلوژی رو راه انداخت که از طریقش ابتدا اومدن وبسایت‌های کلیسای ساینتولوژی رو با حملات دیداس کاملا از کار انداختن. اومدن یه سری فکس‌های کاملا سیاه به دفترشون فرستادن که پرینتراشون از کار بیفته و از همه مهمتر برای اولین بار از دنیای مجازی اومدن به دنیای واقعی. اونای بیانیه دادن و به قول خودشون فکر نمی‌کنن افراد زیادی بهش گوش بدن، ولی هزاران نفر در سراسر دنیا جلوی شعبه‌های مختلف کلیسای ساینتولوژی به اعتراض اومدن. اونا با پوشیدن ماسک گای فاکس که برای فیلم وی فور وندتا بود جلوی مراکز تظاهرات کردن. از اون روز به بعد بود که انانیمس تبدیل به نماد جهانی قدرت بزرگ شد. انانیمس رسما از یه شوخی کوچیک اینترنتی تبدیل به جنبش بزرگ و قدرتمند سیاسی شده بود. بعد از ساینتولوژی انانیمس دیگه رسما طعم قدرت رو چشیده بود. اونا فهمیدن که میتونن از این مهارتاشون برای اهداف خیلی بزرگتری استفاده بکنن. تو سال 2010 وقتی وبسایت ویکیلیکس اسناد محرمانه دولت آمریکا رو منتشر کرد، شرکت‌های بزرگی مثل ویزا، مسترکارد و پیپل راههای کمک مالی به ویکیلیکس رو بستن و این کار باعث شد که انانیمس دوباره وارد عمل بشه. اگه ویدیو هکر 16 ساله رو دیده باشید، تو اونم ما میگیم این عملیات چجوری پیش رفت. خلاصه اسم این عملیات انتقام یا اپریشن پیبک بود. اونا به طرف این حرکت وبسایت‌های این غول‌های مالی رو هدف حمله‌های سنگین دیداس قرار دادن و برای ساعت‌ها اونا رو کاملا از دسترس خارج کردن. این یه پیام واضح به کل دنیا بود. هر کسی جلوی آزادی وایسه با ما طرف. قدرت اونا روز به روز داشت بیشتر میشد.
تو جریان انقلاب‌های بهار عربی تو کشورهای مثل تونس و مصر، انانیمس به معترضان کمک میکرد تا سانسورهای دولتی رو دور بزنن و صداشون رو به دنیا برسون. وقتی جنبش تسخیر وال استریت علیه فساد مالی تو آمریکا شکل گرفت، این ماسکای گای فاکس به پایه ثابت اعتراضات تبدیل شد. انانیمس دیگه فقط یه گروه هکری نبود، اونا صدای اعتراض کسایی بودن که صداشون شنیده نمیشد. و اما داستان انانیمس با ایران، ارتباط این گروه با مسائل ایران خیلی قدیمی‌تر از چیزی که فکر می‌کنید. تو جریان اعتراضات سال 1388 انانیمس وبسایت‌هایی رو برای کمک به معترضان ایرانی راه اندازی کرد تا اونا بتونن اخبار رو بدون سانسور منتشر کنن. ولی بزرگترین و گسترده‌ترین عملیات اونا علیه جمهوری اسلامی تو جریان خیزش 1401 و بعد از کشته شدن مهسا امینی اتفاق افتاد. انانیمس رسما علیه حکومت ایران جنگ سایبری راه انداخته بود. اونا هشتگ آپ ایران یا عملیات ایران رو راه انداختن و یه مدت خیلی زیادی هم ترند بود. اونا تو پیامی به مردم ایران گفتن ما اینجا همراه شما هستیم، منتظر ما باشید و خیلی زودم به قولشون عمل کردن. تو عرض چند روز وبسایت‌های مهم دولتی مثل سایت رهبر جمهوری اسلامی، سایت ریاست جمهوری، بانک مرکزی، خبرگزاری فارس و صدا و سیما رو هک و از دسترس خارج کردن. اونا حتی دیتابیس مجلس رو هم هک کردن و شماره تلفن نماینده‌های مجلس رو به صورت عمومی پخش کردن. اینا همه کار انانیمس بود. کار انانیمس با ایران به همینجا ختم نشد. انانیمس صدها دوربین نظارتی تو سطح شهرهای بزرگ مثل تهران رو هک کرد تا به گفته خودشون جلوی سرکوب معترضان رو بگیرن. حتی سرویس ارسال پیامک انبوه رو هم هک کرده بود و از طریق اون پیام‌های فراخوان اعتراضات رو برای همه مردم ارسال می‌کرد. این عملیاتی که از هماهنگ‌ترین و تاثیرگذارترین فعالیت‌های سیاسی انانیمس تو سال‌های اخیر بود و نشون داد که چطوری یه گروه غیر متمرکز میتونه توی بحران سیاسی نقش خیلی مهمی بازی کنه. یه بخش خیلی خیلی زیادی از اتفاقاتی که توی اون زمان سال 1401 و اعتراضات مهسا امینی رخ داد توسط انانیمس حمایت میشد. حالا سوالی که پیش میاد اینه که این ارتش سایبری چجوری کار میکنه اصلا؟ انانیمس یه ساختار فرماندهی نداره. هر کی میتونه یه عملیات رو پیشنهاد بده و اگه بقیه اعضا باش موافق باشن بهش ملحق میشن. قوی‌ترین اعضا کسایی هستن که میتونن بقیه رو برای یه هدف مشترک متحد کنن. سلاح‌های اصلی انانیمس چند تا چیزه. مهمترین اون دیداسه. دیداس یعنی اونا میان هزاران نفر رو به صورت هماهنگ برای حمله به وبسایت ارسال میکنن و اونقدر تو سایت ترافیک ایجاد میشه و کلیک میکنن این هزاران نفر که سرورهای سایت رسما از کار میفته. مثل اینکه همزمان 1000 نفر بخوام بیان از این کوچه باریک رد بشن. دومین حرکت اونا دیفیس کردن وبسایت هست. یعنی اونا میان صفحه اول سایت رو با پیام و لوگوی خودشون عوض میکنن. و سومی دزدی و افشای اطلاعات یا لیک. اونا به سیستما نفوذ میکنن، دیتابیساشون رو هک میکنن و اطلاعات محرمانه رو به صورت عمومی پخش میکنن تا از فساد و دروغ جلوگیری بکنن. با همه اینا انانیمس یه پدیده بسیار پیچیده و عجیب غریبه و کاملا توی ناحیه خاکستری قرار میگیره. آیا اونا قهرمانن، مجرمن؟ از یه طرف اونا با سانسور، فساد و بی‌عدالتی تو سراسر جهان مبارزه میکنن. از طرف دیگه روش‌های اونا غیرقانونیه و گاهی اوقات میتونه به افراد بیگناه هم آسیب بزنه. چون هیچ رهبری وجود نداره، هر کسی میتونه با این ماسک انانیمس برای اهداف شخصی خودش دست بر کاری بزنه. ولی یه چیز مشخصه، انانیمس صرفا یه گروه هکری نیست. اون یه ایده است. ایده این که تو عصر دیجیتال هیچ قدرتی نمیتونه برای همیشه پشت درهای بسته بمونه. ایده این که مردم عادی اگه بتونن با هم متحد بشن، میتونن قدرتمندترین دولت‌ها و شرکت‌ها رو به چالش بکشن. شاید اعضای انانیمس دستگیر بشن، شاید فعالیتشون کم و زیاد بشه. ولی تا وقتی که بی‌عدالتی تو دنیا وجود داره، این ایده هم زنده خواهد. نظر شما چیه؟ به نظرتون انانیمس یه نیروی مثبت برای تغییر یا تهدید خطرناکه؟ شما کاراشون رو تایید میکنید یا نه؟ حتما نظراتتون رو توی کامنت برام بنویسید و اگه از این ویدیو خوشتون اومد ویدیو رو لایک کنید و کانال ما رو سابسکرایب کنید. تا ویدیو بعدی، فعلا.